به هیچ جای ناپاکا نیست. اینجا باید تثبیت جهت کرده باشیم، عملکرد نیک انجام داده باشیم. یعنی تغییر در سلوک از دیگه، سلوک ما قسمی بوده باشه که ضرر نرسانیم، کمک کنیم، از توان بالا در خدمت باشیم و این مراحل ما طی کنیم که ما مأوا و جایگاه ما باز بهشت بوده باشه. باز اوجا در بهشت میتونیم حضرت پروردگار نظاره کنیم. دوزخی خدا را دیدن نمیتونه. بالاترین لذتی که در بهشت دیدار حضرت پروردگاره. با همه امکاناتی که در بهشت است که میگه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، دیدار خدا لذیذترین صحنه‌اش است. حلاوت از این بالاتر از همش. کی میتونه در این نقطه برسه که در دنیا کارنامه‌های زیبا ثبت کرده باشه؟ رشد روحی معنی ما و شما را گفتیم تغییر میده سلوک. ما کارنامه‌های زیبا ثبت میکنیم، خدمت میکنیم، حس تعاون می داشته باشیم، تصانت می داشته باشیم، همدیگر پذیر می باشیم، اتحاد می داشته باشیم. آنچه که از ما مطلوب است بکنیم نو بشر فراهم میکنیم.